الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اما بعد، بعضی برادران سوال کردند که آیا تماشا کردن سلسله فیلم ملای زمانوی برای مردان و زنان مسلمان اجازت است؟ چون که امروزها چنین سلسله فیلم های ترکی و هندی و غیره خیلی زیاد پخش شده ایستاده است و اکثر مردم مسلمان و حتی کودکان با تماشای آن سخت عادت کرده اند. و آیا فروختن فیته های چنین سلسله فیلم ها اجازت است؟ و آیا درآمدی که از فروختن چنین فیته ها به دست می آید حلال است؟ جواب اجمالی یعنی خلاصه جواب این است که تماشای سلسله فیلم های ترکی و هندی، خصوصا سلسله فیلم ملای زمانوی که شامل تحقیر و مسخره کردن به پیشوایان دین، ترغیبات بی‌حیایی و بی‌حجابی و دیگر صحنه‌های حرام است، به اتفاق تمام علمای معاصر حرام و ناجایز است. خرید و فروش چنین فیته ها و درآمدی که از آن به دست می آید نیز به اتفاق تمام علما حرام و ناجایز است. شما عالمی را نام ببرید که به تماشای چنین سلسله فیلم ها اجازت داده باشد. البته نیست چنین عالمی که به تماشای چنین سلسله فیلم ها فتوا داده باشد. مردی که چنین فیته ها را یعنی دیسک های چنین سلسله فیلم ها را برای خانواده اش خریده می آورد و یک جای شیشته تماشا می کنند، دیوس و بینهایت بی غیرت به شمار می رود. از همه خطرناکترینش آن است که وقتی در چنین فیلم ها اهانت و مسخره به دین و احکام خداوندی شود، به مثل نماز، اذان، نکاح و غیره و یا به عالمان و پیشوایان دین اهانت و مسخره شود، که در این صورت انسانی که این صحنه را دیده می خندد و از کاری کرده اش خوش می شود، از دایره اسلام خارج می شود ولی خودش هم آگاه نمی شود. العیاذ بالله. در این سلسله فیلم ها علاوه بر مرتکب شدن گناه دیدن زنان نیم برهنه و بی‌حجاب، ترغیبات بی‌حیایی و غیره، باز استهزا و مسخره کردن به دین و احکام آن و به پیشوایان دین است که خداوند در آیت 65 و 66 سوره توبه چنین مردم را کافر و از دایره اسلام خارج اعلان کرده است. العیاذ بالله. برادر و خواهر عزیز، وقتی فیته های چنین سلسله فیلم ها را برای خانواده اتان می خرید یا برای مردم مسلمان می فروشید یا آن را ترجمه می کنید و مثل یک شیطان در خانه های خود و خانه های مسلمانان بی‌حیایی و بی‌حجابی را پهن می کنید و با خدا و پیامبر صلی الله علیه و سلم جنگ اعلان می کنید، روز قیامت البته شما را خداوند از آن پولی که برای خریدن چنین فیته ها صرف کرده اید و از آن پول حرامی که از فروختن چنین فیته های شیطانی به دست آورده اید البته می پرسد. خداوند از یک سو می فرماید که زنها حجاب داشته باشند، مردان و زنان چشمهایشان را از دیدن همدیگر پایین کنند، زن با مردی بیگانه نرم سخن نگوید، ولی تو با خریدن و فروختن و پهن کردن چنین فیته های شیطانی برخلاف فرموده های خدا و پیامبر صلی الله علیه و سلم عمل می نمایی. آیا همین طور نیست؟ آیا این اعلان کردن جنگ با خدا و پیامبرش نیست؟ در چنین سلسله فیلم ها، خصوصا سلسله فیلم های هندی و ترکی، چنین صحنه های است که تأثیر منفی آن را الکی در جامعه امروزه دیده ایستاده ایم. مثلا چنین صحنه است که زنان همه بی‌حجاب و نیم برهنه هستند، زن و مرد بیگانه با همدیگر خلوت می کنند، یعنی در تنهایی می نشینند. زن شوهردار با مرد بیگانه خیانت می کند، مرد و زن بیگانه یکدیگر را در آغوش می گیرند، دختر با نغز دیده اش که بی نکاحند از خانه می گریزد. حتی چنان به حالت روانی انسان تأثیر منفی می رساند که قلب انسان را به کار حرام مائل می کند. مثلا
ببینید که وقتی انسان هنگام تماشای این گونه سلسله فیلم ها چنین صحنه هایی را میبیند که پسر میخواهد که با معشوقش که در طبقه دوم خانه حضور دارد یکجا شود، ولی در نزد حولی پدری دختر با برادرش نشسته اند. پسر در پس درخت و در پس در یا در چیز دیگر پنهان شده با یک مشقت به حجره نزدیک می شود. ببین که هنگام تماشای این صحنه ها قلب انسان به اختیار مائل به سوی آن می شود که پدر و برادر دختر پسر را نبینند و او به نزد معشوقش در آمده یکجا شود. اگرچه آنها کار گناه دارند ولی قلب تو مائل به آن می شود که پسر با معشوقش یکجا شود. انا همین است تأثیر چنین سلسله فیلم های ترکی و هندی. پس همین طور آهسته آهسته در قلب های ما ذره از غیرت و ناموس باقی نمی ماند. شرم و حیا از بین می رود. دختران ما پیش از به نکاح رسیدن همراه دوست داشتهشان سالهای دراز عشق و عاشقی کرده در گناه غرق می شوند و بعداً یا نکاح می کنند یا از هم جدا می شوند. و صدها فسادی دیگر نیز به ما سایه می افکند که آمدن آن را حتی تصور هم نمی کردیم. پناه به خداوند از این همه بی‌حیایی. جوان تا کی فساد و بی نمازی، جوان تا کی شراب و لحم و بازی، گمان کردی که با پول و زر و سیم تو از پروردگارت بی نیازی، تو از پروردگارت بی نیازی. جوان تا کی نفس بر آتش و دود